هر هفته باید پیام های مهم میره به نمازگزاران، نه در یک شهر، نه در یک مصلا، در همه کشورهای اسلامی، در همه مصلاها باید این همفکری و این بیداری و این بصیرت ادامه داده شود. حملات نظامی پاکستان به برخی مناطق مرزی افغانستان موجب نگرانی مردم شده. من گذشتم عرض کردم روابط میان کشورهای اسلامی باید بر اساس احترام و حاکمیت ملی و اسلامی برنامه ریزی شود، رعایت شود. ما دو کشور اسلامی هستیم. ماه رمضان است. پیامبر فرمود المسلم اخو المسلم لا یظلمه. مسلمان برادر مسلمانه. مسلمان نباید به مسلمان ظلم بکنه. باید حساب شده فکر کرد. کوتاه نظری است که یک دولت به اشاره بیگانه ها و غیر مسلمان ها به همسایه و مسلمان تجاوز کنه. بر اساس این اصل باید اختلافات از طریق گفتگو، دیپلماسی حل شود، نه از طریق خشونت. ما قرآن را قبول داریم، همه ما رو به قبله می ایستیم. جای تأسف است، جای خون گریه کردن است. کشورهای اسلامی را کیا دارن رهبری میکنن؟ باید در رأس حکومتها شخصیت‌هایی باشند که عملشان قرآن باشد. امیلها، نوکرها نمیتوانند رهبرهای کشورهای اسلامی باشند، تعیین کننده مسیر حرکت جامعه باشند. مسلمانان بیدار شوین. قرآن شما از زبان پیامبران بزرگ الهی این گونه نقل میکنه ادعو الی عباد الله انی رسول امین. باید این جامعه های اسلامی در اختیار انسان های متخلق و بیدار و با تقوا قرار بگیرد.